همیشه در سریال هاشون، در فیلم هاشون، در تئاتراشون، در برنامه هاشون میخوان یک تصویری از صحابه در ذهن بیننده تداعی بکنن که در اون وحشت هست، ظلم هست، ستم هست، آهایی اومدن، آهایی کشتن، آهایی دستشو بستن، آهایی کشان بردنش، خونشو آتیش زدن، فلانی برای فلانی توطئه میکرد. 40 سال است که همین تصاویر ذهنی زشت و کره را از صحابه و از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اهل سنت و از مسلمانان واقعی دارن ترسیم میکنن در اذهان بینندگان شیعه و سنی و کسانی که اینها رو متابعت میکنن، حتی در کشورهای دیگه. تنها به زبان فارسی اکتفا نکردن، به 10 زبان دنیا فقط برای ساختن این تصاویر ذهنی زشت در ذهن مخاطبینشون دارن پول خرج میکنن، سعی میکنن، تلاش میکنن. یکی از اهداف ما در این رسانه و در رسانه‌های دیگری که سالها در اون فعالیت داشتیم این بوده که ما این تصویر ذهنی زشتی رو که در اذهان مخاطبین فارسی زبان این نظام ظالم و ستمگر و فاسق ترسیم کرده بود پاک بکنیم و به جای اون تصویر ذهنی پاک و حقیقی و راستی که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده رو قرار بدیم.